این نماد شاخ شیطانی است. این هلال ماهه. ماه به معنی احساساته. هلال ماه روی سر نشونه غالب بودن احساسات به مغز و بدن و زندگی میده. شیطان قرمز، چون رنگ قرمز پایین ترین ارتعاش رو داره. این شمایید وقتی بر اساس غرایز و طبیعت حیوانی زندگی میکنه. شیطان حیوان زمینه و نسخه ضعیف شما. پرنده فرشته هست و نماد خود برتره. وایسادن مرد روی ماه نشونه فتح احساسات و نمادی که دیگه زندگی فدای احساسات نمیشه. احساسات مدام در حال تغییر و این تحت عنوان مراحل ماه تعبیر میشه. پول احساسات شما رو کنترل میکنه. واسه همین کلمه ماه توی کلمه پول هست. شیطان در واقع احساسات شماست. لوسیفر از بهشت افتاد روی زمین. لوسیفر یعنی ستاره پنجتایی که نماد حواس پنجگانه است. وقتی حواس پنجگانه زندگیتون رو مدیریت میکنین، اینجاست که تبدیل به شیطان یا لوسیفر میشه که پنج‌ضلعی برعکسه. اینجا روح بالاست، توی این یکی روح پایین، چون دیگه بدن توسط روح هدایت میشه، توسط ذهن ابتدایی هدایت میشه، توسط حواس پنجگانه و احساسات. خدا و شیطان درون تو وجود دارن. یک نبرد بین مغز ابتدایی تو و مغز برتره، بین حواس پنجگانه و مغز و خودآگاه.